سلام كمسك الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می‌دانی از امتان پیامبر چه کسانی وارد بهشت می شوند؟ اگر این را بخواهی حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند همه امتانم داخل بهشت می شوند مگر کسی که سر پیچد. پرسیدند یا رسول الله چه کسی سر می پیچد؟ آن حضرت گفتند کسی از من پیروی کند داخل بهشت می شود و کسی از من فرمان برداری نکند به تحقیق سر پیچیده است. روایت بخاری. بله شنونده عزیز، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که نه همه امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل بهشت می شوند. آن امتانی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی می کنند داخل بهشت می شوند و آن امتانی که می گویند که ما مسلمان هستیم ولی از راه رویش پیامبر صلی الله علیه و سلم دور هستند و نمی خواهند پیروی از آن حضرت کنند، آنها داخل بهشت نمی گردند. پس شنونده عزیز، از خود سوال کن که تو پیروی پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی یا نیستی. اگر پیروی پیامبر باشی بدان که به بهشت وارد می گردی و اگر پیروی پیامبر نباشی الان هم فرصت داری پیروی از بهترین انسان ها که نامش محمد صلی الله علیه و سلم است بکن. پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بکن تا به بهشت داخل شوی. پس دعا میکنیم که خداوند ما را از آن جمله شخصانی بگرداند، ما را از آن جمله امتانی بگرداند که پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.